rosas y una pala tiene en el corazón y la piel a sangre fuego le ha curtido hasta los huesos. Cada cosa que ha vivido le ha mostrado en duro caminar. Bien o malo es un pecado, pecado es lo negado, esa es la realidad del amor y de la muerte. Cada día se hace fuerte, perdonen su sinceridad. اگه یکی از این قاچاقچی‌ها موقع فرار بیفته تو دریاچه چی؟ هر چیزی ممکنه قربان. اگه بشه با یکی از این تلفن‌ها زیر آب تماس گرفت چی؟ تماس تلفنی؟ سیگنالی که میفرستاد شبیه این بود که تلفن داره کار میکنه. اگر هم یه دستگاهی مثل موبایل یا بیسیم توی آب بیفته سیگنالش خیلی ضعیف میشه. حواستون باشه. دوباره داره زنگ میخوره. کیه؟ خوان پابلوه. کیه؟ شش. کیه؟ برادرمه. سلام خوان کارلوس. سلام جولیا. چطوری؟ از استاد خبری نداری؟ تلفنش جواب نمیده هرچی زنگ میزنم. خبر ندارم. چرا از من میپرسی؟ تازه چرا اصلا این موقع زنگ زدی؟ خیلی خوب، بی خودی بزرگش نکن. آخه هرچی بهش زنگ میزنم جواب نمیده. نگرانش شدم. خب نمیدونم، شاید خوابه. آره شاید. درست میگی، احتمال داره خواب باشه. خیلی خوب، بعداً با هم حرف میزنیم. باشه. روز خوبی داشته باشی. خداحافظ. ژنرال 100% مطمئنم یه تلفن توی اون دریاچه است. مسخره است ستوان. تنها راهش اینه که از این موضوع مطمئن بشیم ژنرال. بهتره یه دستور صادر کنیم که دریاچه رو بگردن. اقدام کنین. موقعیت دقیقش چیه ستوان؟ ژنرال اگه اون مسافتی رو که گشتیم حساب کنیم 100% خطامون خیلی کمه. فوقش 10 متر یا 20 متر. عالیه. بلندگوها رو فعال کنیم. فعال شد. از کندور 2 به کندور 3. کندور 3 بگوشم. کندور 3. میخوام یکی مسئولیت عملیات رو به عهده بگیره. تا شعاع 20 متر رو تجسس کنید. دور دریاچه. تکرار میکنم. دور دریاچه رو بگردین. میخوام یه تلفن رو پیدا کنید. بله قربان، همین الان دستورشو میدم. کندور 3. منو تو جریان کارتون قرار بدید. بله قربان، اطاعت میشه. تلفنی که قراره پیدا کنیم فعاله. از سائه قربان. منتظرم. تمام. تو هممونو به کشتن دادی زن. هممونو. میدونی چی میگم؟ دیگه چیزی نمونده. چیزی نمونده که یه تیم از قواساشونو بفرستم توی دریاچه دنبال این تلفن لعنتی جنابالی. حالا میرن دریچه مخفیگاهمونو توی دریاچه پیدا میکنن. میفهمی ما رو تو چه درد سری انداختی؟ تو ما رو توی بد درد سری انداختی. امیدوارم بفهمی که چه بلایی سرمون آوردی.
پدرون بهت گوش نمیده. تازه تقصیر اون نیست که. وقتی خواب بوده آوردنش اینجا، چطوری میتونسته گوشیشو از جیبش در بیاره؟ حرفت درسته ولی این کارشو توجیه نمیکنه. خب حالا باید چی کار کنیم؟ میخوام نظراتونو بشنوم. اگه تلفن خراب کنیم چی؟ نمیشه، چون که سیگنالش از بین میره و اونا اون بالا میفهمن ما دستکاریش کردیم. فهمیدین آنچو؟ آخه واسه چی میگی نمیشه پسر؟ نمیشه بابا، اونجوری زودتر پیدامون میکنن. نفرینمون کردن، اونا میکشنمون. نه نه، چون خودمون تسلیم میشیم، میندازن اون زندان، بعد فرار میکنیم. من این کارو میکنم. آره دیگه، تسلیم میشیم، میندازنمون زندان. یه 180 سالی هم توی یه سلول 2 نفری بدون ملاقاتی میمونیم و هفته یه بارم میتونیم آفتابو ببینیم. چطوره پسر؟ آره کاپو، میریم اون تو فرار میکنیم. خودشه، میخوای فرار کنیم. آره گوش کن ببین چی میگم. اولا من به هیچ عنوان اهل تسلیم شدن نیستم. دوما من نمیخوام دستگیر بشم و باعث افتخار این دولت لعنتی بشم. گوش کنید ببینید چی میگم. خوب گوشتونو بکنید. حداقلش اینه که با یه دست لباس نارنجی و دستبند که به دست و پامون زدن میرسیم آمریکا. خوب شنیدین که دارم چی میگم یا نه؟ فهمیدی تتوی عزیزم؟ حالا هر که میخواد بره تسلیم شه، راه بازه، ولی اول باید اسلحه رو بذاره تو دهنش و شلیک کنه. اگه میخواستم برم زندان تا حالا تسلیم شده بودم. نقطه به نقطه. میخوام یه جوری دنبال تلفن بگردین که انگار مادرتون رو گم کردین. خوب متوجه شدین؟ بجنبی سریعتر. بله قربان. همه برن تو زمین. بله قربان. 10 ثانیه وقت دارین که جلوی خونه به صف شین. 5 ثانیه‌اش مونده. منتظر دستورم باشین بچه ها. بله قربان. خبردار. نظر به جلو، به صف. به سمت سرهنگ رژه میریم. صبح بخیر سرهنگ. گروهبان رجاس گزارش میده که 17 نفر از افرادمون برای عملیات آمادن. ازت. گروهبان، ما دنبال یه تلفن نزدیک دریاچه میگردیم. از شما میخوایم که کمکمون کنید که پیداش کنیم. هیچ کدوم از افرادتون نباید با خودش تلفن داشته باشه. نمیخوایم هواپیمای تجسسی مشکل پیدا کنه. مفهومه؟ سرهنگ گزارش میدم که هیچ کدوم از افرادم تلفن ندارن. این دستور جدید وزیر دفاع. خوبه. کارتون رو شروع کنین. اطاعت میشه سرهنگ. شنیدین دستور سرهنگ چیه؟ قرار دنبالی تلفن حوالی دریاچه بگردیم. هر کسی که با خودش تلفن داشته باشه و گزارش نداده باشه مجازات میشه. کاملا روشنه؟ بله قربان. کسی تلفن داره؟ هیچ کس نداره قربان. همه جا رو بگردین. یه دقیقه صبر کن. اون گریسالز نیست؟ قربان سیگنال رو گم کردیم. آره رئیس، ایشون بازرس قضایی گریسالسه. آره خودشه. ما یه دوست اونجا داریم.
جناب سرهنگ، از آشناییتون خوشبختم. من آرماندو گریسالز از دایره بازرسی قضایی بوگاتا هستم. اینم مجوز حمله هوایی. ممنون از اینکه اومدین آقای گریسالز. مجبور بودیم به خاطر موارد امنیت ملی این حمله رو بدون مجوز شروع کنیم. متوجه هستین که؟ بله البته، جناب وزیر توضیح دادن. به نظرتون عاقلانه عمل نکردین؟ برای اینکه وارد خونه بشیم منتظر دستور شما بودیم. مجبور شدم حتی قاضی رو صبح زود از خواب بیدار کنم. به هر حال الان مجوز رو داریم. افرادتون چند نفرن آقای بازرس؟ اینجا توی تیم عملیات فقط من هستم. بقیه تیم توی شهر تجسس میکنن. خوبه، مشکلی نداره. فقط مسئله اینه که اینجا نمیشه از تلفن استفاده کرد. البته قبلا اعلام کردن هیچ کسی تلفن نداره سرهنگ. خوبه، اگه دیگه حرفی نیست میتونین برین به بقیه عملیاتتون برسین. متشکرم سرهنگ. در ضمن سرهنگ میخواستم یه درخواستی ازتون داشته باشم. از اونجایی که اینجا شرایط خیلی حساسه، ممکنه قدرت اینو داشته باشم جاهایی که به نظرم مشکوک میاد رو ببینم. مایلم این اختیار رو به من بدین. اون اینجا چی کار میکنه؟ صبر کن ببینم. پس شما رو با گروهبان رجاز توی تیم میذارم که بتونین به افرادش فرمان بدین. خوبه؟ ممنونم. گروهبان؟ در خدمتم قربان. گروهبان با آقای آرماندو گریسالز مسئول قضای پرونده آشنا بشین. حالتون چطوره؟ امروز میخوایم یه کار غیر معمولی انجام بدیم. بازپرس قضایی به کمکتون احتیاج داره. از افرادتون میخوام که از همه فرماناشون اطاعت کنن، حتی خود شما گروهبان، و هر چیزی که نیاز دارن ازشون اطاعت کنین. مفهومه؟ اطاعت میشه سرهنگ. با اجازه شما یه بیسیم هم به ایشون میدیم. ایده خوبیه. اینجوری میتونیم ارتباط دائمی داشته باشیم. از این لحظه به بعد شما کندور 5 هستین و بازپرس قضایی کندور 4. همه چیز روشنه؟ هرچی شما دستور بدین. همراه هم بیه. گومز! در خدمتم قربان. خیلی ممنونم جناب سرهنگ. تلفن ایزابل کریستینا رو بیاریم. چی؟ پدرو پابلو دوباره بریم سر پله اول؟ نه پس به نظرم اصلا فکر خوبی نیست که الان دوباره به گریسالز زنگ بزنیم. منم باش موافقم رئیس. اگه الان زنگ بزنیم هواپیمای جاسوسی سیگنالمون رو ردیابی میکنه، همه چیز به هم میخوره. دیدین؟ باشه. راست میگه، چون اگه تا حالا شک داشتن شکشون به یقین تبدیل میشه. میدونم عزیزم، ولی باید شانسمون امتحان کنیم. نمیتونم همینجوری بشینم اینجا و ندونم که اونا دارن چیکار میکنن. رئیس ببخشید، ولی شاید بهترین کار این باشه که صدای سربازا رو از رادیو گوش کنی. به نظر من که بهش زنگ بزنیم. ببینم اصلا شماها فهمیدین که من چی گفتم؟ پدرو پابلو بازم میگم به نظرم اصلا فکر خوبی نیست. کسی به فکر تو اهمیتی نمیده. سرهنگ بیسیم با همه فرکانس‌ها آماده است. ممنونم. قربان هنوزم هیچ خبری از اون تلفن لعنتی نیست. باید بازم بگردیم. اگر یکم اطلاعات داشتیم حداقل میدونستیم داریم دنبال چی میگردیم. تنها چیزی که میدونیم اینه که هر لحظه ممکنه زنگ بخوره. جمال 30 ثانیه. 30 ثانیه وقت داری فقط. ژنرال، تلفنی که وسط دریاچه افتاده دوباره داره سیگنال میفرسته. دیدین قربان؟ این دفعه قوی تر هم هست. این امکان نداره. به نظرم میاد که یکی داره از توی دریاچه زنگ میزنه. یه گروه 6 نفره برن اونور نزدیک درخت. یه تلفنی نزدیکی هست. الو سانتو توماس. قربان، خواهش میکنم الان نمیتونم صحبت بکنم. افراد زیادی اینجا هستن. بله میدونم، فقط میخوام شرایط رو برام گزارش کنی. من 5 دقیقه دیگه بهت زنگ میزنم. گزارش کامل رو میخوام.
مطمئنی؟ بله قربان. رادار نشون میده یه تماس تلفنی بین 2 تا تلفن تو همون قسمت بوده. شاید از افراد ارتش بوده. نمیتونم قطعا بهتون بگم قربان. منکادم تو منطقه خبرنگار هست؟ تا اونجایی که من میدونم نه ژنرال، ولی الان یه نگاه میندازم. با اجازه. بلندگو رو فعال کن. فعال شد قربان. کندور 3 کندور 2 هستم. کندور 3 کندور 2 هستم. بگوشم کندور 2 کندور 3 هستم. کندور 3 مطمئن شید توی منطقه ردیابی خبرنگار هست یا نه؟ جواب منفی کندور 2. هنوز هیچ کسی از طرف رسانه ها نیومده و ما خودمون تا موقعی که شما اجازه رو صادر نکنین اجازه نمیدیم قربان. عالیه کندور 3. همچنین ازتون میخوام تایید کنید که چند تا تلفن توی محدوده هست. فقط من اجازه دارم که تلفن همراه داشته باشم قربان. کندور 3 چند دقیقه قبل تماس تلفنی داشتین؟ جواب منفی کندور 2. توی همچین عملیاتی محض احتیاط تلفنمو خاموش میکنم قربان. عالیه کندور 3. همینطور ادامه بدین. اطاعت میشه کندور 2. ببین پدرو دارن پی یه چیزی میگردن. آره دنبال یه چیزی نزدیک دریاچه‌ن. حتما هواپیمای تجسسی راجع به تلفن یه چیزایی بهشون گفته. پدرو میشه حرف بزنی؟ چی کار داری؟ به نظرم هممون خیلی عصبی و هیجان زده شدیم. چی کار کنیم؟ بخندیم؟ نه، باید خودمونو برای بدترین حالت آماده کنیم. از اون موقعی که تلفن زنم زنگ خورده دارم به بدترین حالت فکر میکنم. ترسیدی؟ از مرگ آره. هممون ترسیدیم. هر کی میگه نترسیده دروغ میگه. من نمیخوام بمیرم. حالا کی گفته قراره بمیری؟ ها؟ ترسیدی؟ نمیمیری نترس. چون اگه بمبارونمون کنن هممون میمیریم. اگه این کارو بکنن من خودمو تسلیم میکنم که تو زنده بمونی، ولی فقط یه شرط داره. چی؟ که منو بکشی. خودت هم میدونی که من نمیتونم این کارو بکنم. مثل اینکه دلت میخواد منو یه 15-16 سالی پشت میله های زندان آمریکایی‌ها ببینی، آره؟ من حاضر نیستم اینجوری تحقیر بشم. اگه تو منو نکشی خودمو میکشم. لطفاً ببینم میشه شماره تلفن هایی رو که باشون تماس برقرار شده پیدا کرد؟ متاسفم ژنرال، نمیتونم به شبکه مخابراتی نفوذ کنم. تو مطمئنی تماس تلفنی بود؟ بله قربان. اگه سرهنگ گاویریا از تلفنش استفاده نکرده یعنی یه تلفن دیگه هست که با اون تلفن به زنگی که از دریاچه بهش زده شده جواب داده. ستوان اگه هنوز اون یکی تلفن توی آب باشه به هر حال همونجور که ژنرال مونکادا گفتن بهتره که بریم دنبالش. فکر میکردم دوست داری همه دنیا داستانتو بدونن. آخه داستانم اینجا تموم میشه امروز. نه، من هنوزم خیلی چیزا از بچگیات نمیدونم. از جوونیت، یا اینکه دلت میخواد دنیا فقط از مجرم بودنت بدونه. فقط همینو میخوای؟ دیگه وقتی واسه چیزای دیگه نمونده. هیچی. و اگه مونده باشه میتونیم دنبال یه چیزی بگردیم که از جرمت کم کنن. مونکادا، این قضیه خیلی جدیه. این یعنی اون کسی که باعث شده خدای قاچاقچی ها فرار کنه الان تو منطقه عملیاته. این یه حدس قربان. چیزی که صحت داره اینه که رادار یه تماس تلفنی رو تو اون محدوده نشون میده. یه تماس تلفنی بین 2 تا دستگاه. من دیگه بر نمیگردم زندان. قبلا هم اونجا بودم. دیگه بر نمیگردم. باشه، پس بهتره همینجا مصاحبه کنیم. مثل اینکه دیوونه شدی، آره؟ فکر میکنی الان موقعیت اینو دارم که باهات مصاحبه کنم؟ آره،
چون تو واقعا میدونی منو مجذوب خودت میکنی. من میخوام همه داستانتو بدونم. فقط یه راه داره که بفهمی، این که از اینجا بری بیرون. چرا به جای این کارا کمکم نمی کنی؟ یه فکری بکنم که ببینم 5 دقیقه شده یا نه. آره. میرم به اون یارو گریسالس زنگ بزنم. بهتر جواب بده وگرنه میکشمش عوضیو. افراد باید همه این منطقه رو دنبال اون وسیله بگردیم. همتون یه جا جمع نشین. سانتا توماس. قربان، موقعیت اینجوریه. الان یه هواپیما رد سیگنال تلفن رو پیدا کرده، داره بالای سرتون میچرخه، تو محدوده شماست و همه دنبال اون تلفن توی اون محدوده هستند. باید مراقب باشید. تحت فرمان سرهنگ روبرتو گاوریا. قربان، اگه بخواین همینجوری با هم تماس بگیرین اونا میفهمن که 2 تا تلفن هستش. پس چی شد؟ چرا قطع کردی؟ چون بعد 30 ثانیه محلمون رو ردیابی میکنن. تا الانش هم ردیابی کردن رئیس. اونا شک کردن. این خیلی فرق میکنه. دیگه هیچ وقت اینجوری با من حرف نزن. چمو تو چشام نگاه کن. اگه جامونو ردیابی کرده بودن تا حالا دریاچه رو بمبارون کرده بودن. تو هم مرده بودی. هیچی قربان، تماس زیر 20 ثانیه بود. خب این یعنی کسی که زنگ زده خوب میدونه که نباید زیاد از تلفن استفاده کنه. درسته، هر کی هست خیلی نزدیکه. باید بگم یه سیگنال دیگه هم دقیقاً تو همون محدوده داریم. یه خبرچین تو محدودمونه. شاید که سربازه است. هر چیزی ممکنه. وقتی سربازا زنگ میزنن خونشون بیشتر از 30 ثانیه با تلفن حرف نمیزنن. خب حالا چه دستوری میدیم؟ باید سریعا اقدام کنیم. بهتر دستور تفتیش بدیم که همه رو بگردن. اینجوری میفهمیم کی با خودش تلفن آورده تو منطقه. بی احترامی نباشه جنرال، ولی دست نگه دارید. ممکنه شانس تماس دوباره رو از دست بدیم. فقط یه تماس لطفاً. اگه نتونستی پیداش کنی اون وقت همه رو تفتیش میکنیم. ولی نمیشه همینطور بیهوده منتظر بمونیم ژنرال. بهتره یه چند دقیقه صبر کنیم و اگه اتفاقی نیفتاد شروع کنیم. با وزیر تماس بگیر. هنوزم دارن دنبال تلفن میگردن. آخر پیدامون میکنن. درسته. بهتره بشینین دعا کنین و به خاطراتتون فکر کنین، چون که دیگه نمیتونین از این یکی قصر در برین. خودتونم خوب میدونین. شاید تو نتونی قصر در بری، ولی من هنوز خیلی جوونم. نمیخوام بمیرم. کلی آرزو دارم. ببینم منظورت چیه؟ بی احترامی نباشه قربان. اگه شما میخواین بمیرین به خودتون مربوطه، ولی نمیتونی با تنابت ما رو بکشی تو چاه. میدونم خوشت نمیاد باد مخالفت کنم، ولی این پایین ارزش جفتمون یه انداز است رئیس. اشتباه میکنی. اونی که تفنگ دستشه ارزشش بیشتره. اشتباه میکنی رئیس. من خیلی وقت شکم تو هدف گرفتم. خیلی باهوشی. بیشتر فرزم قربان. خودت خوب میدونی که کی بیشتر قراره تو درد سر بیفته. فرمانده ارتش. ولی غذا تو تموم نکردی. بله ژنرال. آقای وزیر، باید گزارش بدم که رئیس قاچاقچی ها ته دریاچه قایم شده. این مسخره ترین چیزیه که تو عمرم شنیدم. مدرکی هم دارین؟ مطمئنین که این موضوع صحت داره؟ قربان، ما کارمون ادامه میدیم و اگه چیزی پیدا کردیم بهتون خبر میدیم. بله. خب ژنرال، هر خبری شد به هم اطلاع بدین. باشه؟ چشم قربان. متشکرم. باور نکردنیه. حالا معلوم شده رئیس قاچاقچی‌ها قورباغه است. الانم زیر دریاچه است. پس تو اونقدر هم احمق نیستی. بچگی نکن، خودتو به کشتن میدی.
اگه من تفنگمو بیارم پایین بهم شلیک میکنی مطمئنم. بهت قول میدم. بیا تفنگامونو بذاریم کنار، آروم میشینیم و یه راه حل پیدا میکنیم. میخوام بهم قول بدین که منو نمیکشین رئیس. نمیکشمت. تفنگتو بیار پایین چمو. ای تفنگتو بیاری پایین نمیمیری. الان نه، ولی بریم بیرون این کارو میکنه. فکر میکنی من کیم؟ ها؟ تو فکر میکنی کسی که نمیتونه جلوی من وایسه رو میکشم؟ آره؟ من همیشه واسه دست فرمون تحسینت میکردم چمو. الانم واسه جرأت تحسینت میکنم. بسه دیگه چمو. اگه رئیسم نکشتت خودم میکشمت. بچگی نکن. و خودتم میدونی که این کارو میکنم. پس حالا تمومش کن. منو ببخش رئیس. میبخشمت، ولی دیگه هیچ وقت این کارو نکن. ای ناکس. ها؟ باشه؟ معذرت میخوام رئیس. دستور دادن به صورت انفرادی همه رو تفتیش کنن گروهبان. میشه بدونم چرا سرهنگ؟ قراره تک تک سربازا رو بگردیم تا موبایلی که تا همین الان هم داره سیگنال میفرسته رو پیدا کنیم. منظورتون چیه سرهنگ؟ یعنی از دریاچه دیگه سیگنالی نداریم؟ ولی این یکی فرق داره. اینطوری به نظر میرسه که یکی از اونها به همون نفوذ کرده و الان اینجاست. گیریسالز لعنتی جواب نمیده. خب چرا براش SMS نمیفرستی؟ احتمالا نمیتونه جواب بده. فکر کنم حق با توه. میتونم کمکتون کنم؟ براش بنویس اگه منو بگیرن اولین کسی رو که لو میدم خودشه. بفرمایید. فرستادمش قربان. دستور بده به صف شن گروهبان. اطاعت میشه سرهنگ. قربان پیش ما میمونین؟ البته گروهبان. اگه تلفن رو پیدا کنید من باید اینجا باشم. خوبه؟ افراد توی صف ستایی وایسید. تکون بخورین. شاید دارن صف میکشن که برن خونه رئیس. خدا کنه. زود باشین، قراره تفتیش کنیم. همه جیباشون رو خالی کنن. یه صف همراه سرهنگ آوریا، یه صف همراه بازپرس قضایی، اون یکی هم با من. همگی توجه کنن. به این تلفن نگاه کنین. این تلفن تنها تلفنیه که اجازه داره توی این محدوده باشه. روشنه؟ ژنرال، گزارش میدم که یه تلفن سومی هم توی محدوده هست. یادتون نره یکی از اون سیگنال ها مال تلفن سرهنگ آوریاست. 2 تای دیگه میمونه. اونی که توی دریاچه است و اونی که احتمالاً نفوذ کرده. پیشنهادتون چیه؟ بهتره همه افراد ببریم یه طرف. حداقل 100 متر اونورتر. اگه بازم سیگنال فرستاد دیگه جای شکی باقی نمیمونه. اینجوری فقط میمونه اونی که ته دریاچه است با اونی که مال سرهنگ آوریاست. بعدم این که باید اون تلفنم برگردونیم که دیگه مزاحم کارمون نباشه قربان. عالیه صدفان. همین الان دستورشو میدم. کندور 3 کندور 2 صحبت میکنه. به گوشم کندور 2. کندور 3 تفتیشو توی اون خونه‌ای که نزدیک به مزرعه است انجام بدید.
میخوام که محدوده دریاچه حداقل یه 100 متری خالی باشه. تکرار میکنم حداقل 100 متر خالی باشه. مفهومه کندوردو. اوضاع خرابه بچه‌ها. همینطور ازتون میخوام که همین الان تلفن خودتون رو بندازید بیرون. بله قربان، هرچی شما دستور بدین اطاعت میشه. میخوام تا اونجایی که میتونین اون تلفن از خودتون دور کنین. تمام. بله قربان. گروهبان؟ بله قربان. باید تفتیش رو توی یکی از همین خونه ها انجام بدیم. بهتره همین الان بریم اونجا. اطاعت میشه. افراد به صف. خبردار. به سمت پایگاه حرکت کنیم. بجنبین. یه چیز دیگه گروهبان. در خدمتم قربان. یه سربازو بیارین گوشی رو بندازه دور. گومز. بله قربان. این تلفن رو ببر بنداز یه جای دور. اطاعت میشه گروهبان. مگه این گریسالس نگفته بودش که اونا رد ما رو پیدا کردن؟ اصلا نمیفهمم واسه چی دارن افرادشون رو برمیگردونن خونه؟ چرا پیغامو نمیخونه؟ قربان ببینین نمیتونه چون سرهنگ کنارش وایساده. خیلی خب پس بهش زنگ میزنم ببینم جواب میده یا نه. بهتره دوباره همه چیزو به هم نریزیم پسر. پدرو چی میگی؟ زنت داره بهوش میاد. هی نانچو میشه بازم بهش دارو بدیم تا یکم دیگه بخوابه؟ آره؟ به نظر من که غیر ممکنه. قرصه خواب آوردی چمو؟ غیر ممکنه. خیلی خوبه عالیه. پس همه چی به هم میریزه. تو حق نداری قایم بشی چون قراره هممون با هم باشیم. پس باید به ایزابل کریستینا همه مسئله رو توضیح بدیم. اگه بخواد با هم دعوا کنه چی؟ معلومه که دعوا میکنه ولی نذار رو دست سر بذاره. پدرو سلام. وای سرم خیلی گیج میره. همه چی چرا داره میچرخه؟ سرم درد میکنه. خوب میشی عزیزم. اینجا کجاست؟ اینجا کجاست؟ ما الان توی مخفیگاهیم. ارتش دنبالمونه. اینجا ما رو محاصره کردن ایزابل. یه دقیقه صبر کن. یه دقیقه صبر کن. یه دقیقه صبر کن. اینجا کجاست؟ منو کجا آوردی؟ خب اینجا همون جاییه که چند وقت پیش برای یه همچین شرایطی ساختم که اگه محاصرمون کردن بتونیم فرار کنیم و توش قایم شیم. یادم نمیاد. چی شده؟ تو خوبی؟ بچه ها کجان؟ ببین ایزابل عزیزم، ما ممکنه از این یه موضوع جون سالم به در نبریم. ممکنه هر بلایی سرمون بیاد. بگو ببینم ما قایم شدیم مگه نه؟ آره دریاچه هیپو رو یادت میاد عزیزم. خب ما الان تهشیم. ما غرق میشیم نه؟ نه عزیزم، اینجا خیلی خوب ساخته شده. تا حالا هم که هیچ جاش نشتی نداده. نگران نباش. مطمئنی؟ خودت ساختیش؟ کی؟ خب اگه جون سالم به در ببریم واسه تعریف میکنم. تو فکر میکنی اینجا پیدامون کنن؟ خب الان که جامون رو ردیابی کردن عزیز دلم، ممکنه هر دقیقه پیدامون کنن و هر بلایی هم سرمون بیاد. یه دقیقه صبر کن. ترسیدی؟
بده نه خب ما از قبل میدونستیم. آره عزیزم. پس بچه ها چی؟ میشه بهشون زنگ بزنیم؟ خب عزیزم میدونی به این راحتی هم نیست، اصلا کار راحتی نیست، چون نمیشه واسه اینکه اگه بخوان بیان نجاتمون بدن جونشونو به خطر میندازیم، اینجوری به کشتن میدیمشون. و تو که اینو نمیخوای. درست میگم؟ آره ایزابل درست میگم. بله قربان، نه انجام شد. خداحافظ. دوباره چی شده؟ رئیس جمهور میخواد مستقیما با ژنرال حرف بزنه. ولی اینکه جزء هیته کاری شما نیست بدم. آره، ولی چیکار کنم که رئیس جمهور مسترده ها؟ سلام خانم آفلیا. حالتون چطوره؟ سلام آقای کارلوس. خوشحالم که میبینمتون. سلام آقای وزیر. سلام، چطوری؟ سلام، حالت چطوره؟ سلام، ممنونم. سلام خوان کارلوس. حالت چطوره جولیا؟ اینجا چی کار میکنی؟ یه مشکلی پیش اومده، میشه با هم حرف بزنیم؟ آره حتما، بیا اینجا. انگار خسته هستی. ببخشید. بله یکم. راستی عکساتون رو دارم، هفته دیگه براتون میفرستمش. ممنون آقای کارلوس. عزیزم ما تنهایی دیگه کی اینجاست؟ آره ژنرال، ازتون میخوام همه جزئیات رو در مورد دستگیری کارامبیو لحظه به لحظه بهم گزارش بدین. خوب میدونم که رئیس جمهور بهتون چی گفته. ژنرال، خودتون میدونین که دستگیری این آدم چقدر برام مهمه. متشکرم. خداحافظ. چطوری؟ خوب نیستم. خب بگو ببینم، آخه واسه چی اومدی اینجا؟ دیگه از این بدتر نمیشه. میدونم، ولی آخه زنگ زدم خدمتکارت گفت اینجایی. دیگه نمیدونستم چی کار کنم. یه اتفاقای عجیبی داره میفته. خوان، به نظر تو به چیزی مشکوک شدن؟ نه، به هیچی مشکوک نشدن. بگو ببینم چی میدونی؟ ردیابیشون کردن، الانم توی محاصره‌ان. کجا؟ خودت میدونی که زیاد نمیتونم سوال بپرسم، ولی اینطوری فهمیدم که مثل اینکه زیر دریاچه قایم شدن. دریاچه؟ حالا باید چی کار کنیم؟ گوش کن ببین چی میگم. این یعنی فیلیپ میفهمه که بابا همونیه که باباش دنبالشه که بکشتش. این که خیلی بده. اگه ما هم همینجوری دست رو دست بذاریم میکشنش. میدونی که؟ میدونم خوان، ولی آخه اون موقع که من با فیلیپ ازدواج کردم اصلا فکرشم نمیکردم باباش یه روزی وزیر دفاع بشه. چی کار کنیم؟ نمیدونم، نظر تو چیه؟ من میگم با مطبوعات حرف بزنیم برن اونجا. اونجوری اگه اونا اونجا باشن حداقل ارتش قتل عامشون نمیکنه. تو کسی رو میشناسی که خبرنگار باشه؟ آره هاندرا هست، ولی نمیدونم چطوری بهش بگم. ببین اصلا چرا به هاندرا نمیگی که بگه خودش همه چی رو فهمیده؟ نه اونجوری ازم میپرسه از کجا میدونم و چرا به این موضوع علاقه دارم. تازه اینجوری نه تنها اونو قاطی موضوع میکنم، باباشم قاطی ماجرا میشه. باید حواسمون رو جمع کنیم. نمیدونم گفتن این موضوع به خبرنگارا اونقدری که باید مسئله رو حل میکنه یا نه. خب پس اینجوری دیگه من هیچ نظری ندارم. باید یه کاری بکنم. میخوای چیکار کنی؟ نمیدونم، یه کاری میکنم. مواظب خودت باش. تو هم مواظب خودت باش. هر چی شد بهم بگو. باشه. یعنی باید اینجا بمونیم؟
قراره چیکار کنیم پدرو؟ میدونید چیه عزیزم؟ این پناهگاه فقط یه راه خروجی داره. اون طرف درم 1000 تا سرباز هست که میخوان تیکه تیکمون کنن. حالا فکر کن ببین چطوری میتونیم بریم بیرون که هیچ کس ما رو نبینه. ها؟ اصلا ما چرا اینجاییم؟ نگاه کن چه افتضاحیه. خب یه جورایی تو ما رو تو این دردسر انداختی عزیز دلم. من خودم اصلا یادم نمیاد چرا اینجام. چطوریه که تقصیر منه؟ مطمئنی نمیای؟ نمیام. آره یادم اومد. پدرو پابلو؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ برای اینکه تو رو با اون خبرنگار تو تخت پیدا کردم. منو زدی مگه نه؟ اومده بود خونه من، بردیش تو تخت من. پدرو تو زن بردی خونمون، اونم یه زن هرزه رو، و بدتر از همه این که به خاطر اون منو زدی. انقدر پول نداشتی که براش یه اتاق بگیری. بدبخت، آشغال عوضی، موزی. تو حتی نتونستی گنده تو ازم پنهون کنی. میکشمت. گوش کن ایزابل کریستینا، گوش کن ببین چی میگم. خوب به حرفم گوش کن، به من گوش کن. به من دست نزن، حالم بد میشه. گوش کن، به من گوش کن. ازت خواهش میکنم به هم گوش کن. گوش نمیدم، ولم کن. باشه ولت میکنم، ولی گوش کن ببین چی میگم. الان ولت میکنم، کاری به کارت ندارم، ولی این تو بودی که منو دیوونه کردی. ایزابل کریستینا، تو همه ما رو تو درد سر انداختی. چی میخوای؟ که مثل همیشه نگاه کنم و ازم بخوای که ببخشمت؟ چی میتونی بگی؟ ایزابل خوب گوش کن ببین چی میگم. نه. چی میتونی بگی؟ مثل همیشه میخوای گندکاریاتو توجیه کنی؟ نه، ازت میخوام فقط به هم گوش کنی. فقط ببینی میخوام به چی بگم. چی؟ مارسلا هم اینجاست. اون الان پیشمونه، ولی ازت میخوام که کاری باهاش نداشته باشی. نه چون تو نمیدونی الان تو چه شرایطی هستی. چه کارایی میتونم بکنم. باشه آروم باش. نمیتونی بکنی که الان چه احساسی